خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوانیم ما در فوتوشاپ چی را؟ تول باکس. خب ببینید در تول باکس امروز میخوانیم بخش اولی آپشنی که وجود داره سلکشن تول. این چی گفته میتونیم؟ سلکشن تول. توسط سلکشن تول ما چی کار کرده میتونیم سلکشن میگیریم. توسط سلکشن تول چی گرفته میتونیم؟ سلکشن. ببینید میخوایم در اینجا قسمت سلکت بکنیم یا انتخاب کنیم. با سلکشن میگیریم 4 قسم سلکشن داریم در اینجا. اولین سلکشنی که وجود داره رکتانگولر مارکیو تول. رکتانگولر مارکیو تول توسط از سلکشن میتونیم به شکل مستطیل و یا هم به شکل مربع سلکشن بگیریم. ببینید میگم شکل مستطیل شد. میتونیم به شکل مربع بهم چی بگیریم؟ سلکشن بگیریم. صحیح شد. پس در این وظیفه چی هست؟ این آپشن. وقتی که ایرا کلیک کنیم در آپشن بار آپشن هایی که مربوط به سلکشن میشه اون بر ما نشان داده. ببینید چه قسم این آپشن ها چی وظیفه داره. در اینجا آمدیم فعلا اگر سلکشن میگیریم در یک وقت یک سلکشن گرفته میتونیم. در یک وقت میتونیم یک سلکشن بگیریم. ببینیم مثلا ایرا سلکت کردیم. اما اگر ما بیایم ایره سلکت کنیم در یک وقت زیاد سلکشن یا مالتیپل سلکشن گرفته میتونیم که شورتکت کی از شیفت هستن. خب شیفت را پرس میگیریم یک سلکشن گرفتیم میتونیم حالا دیگه به همین شکل دیگه سلکشن هم بگیریم. صحیح شد. توسط اد تو سلکشن تول یا ایره فعال کنیم یا شیفت را پرس میکنیم. ببینیم بیایم اینجا نوشته میکنیم شفت کردش بگی خراب. نه شیفتش پرس نمیکنیم فقط ایره که کلیک کنید دیگه شیفت نگیرید. اگر شیفت مثلا چی میکنه که گرفته بودیم باز ایره کلیک میکنیم. ببینیم ایره انتخاب میکنیم در یک وقت میتونیم چندین سلکشن ما بگیریم که مثلا سلکشن به خاطر چی هستند که هر چیز اگر کات میکنیم دیلیت میکنیم ارس میکنیم یا کار دیگه میکنیم باز شما استودیو چیزی داشته باشیم سلکشن. ببینیم مثلا یعنی قدر جای سلکت میکنیم میخوایم که این قسمت ما یک رنگ چیزی میکنیم ببینیم میتونیم سلکشن بگیریم. مثلا میام بالا از گریدینت اپلای میکنیم. پس ایره کلیک میکنیم. در اینجا گفتیم که اگر انتخاب کنیم سلکشن زیاد مالتیپل سلکشن یا زیاد سلکشن گرفته میتونیم. مثلا ایره سلکت میکنیم. در اینجا مثلا ایره سلکت میکنیم بعدا می مثلا ببینین این قدر جای سلکت کردیم این قسمت دیگر هم سلکت میکنیم مثلا میتونیم توسط زیاد و توسط سلکشن دیگه چیکار کنیم میتونیم توسط از این میتونیم چیکار بکنیم یک سلکشن را کمتر بکنیم یا سلکشن چی کنیم منفی کنیم. از سلکشن ما منفی کنیم یعنی یک سلکشن کردیم میخوایم سلکشن از بین ببریم. ببینیم این قدر جای سلکت کردیم اگر این آپشن انتخاب باشه میخوایم این قدرش از بین ببریم نمیتونیم. صحیح شد. ببینیم اونم قدر جای دیگه هم کاتش چی شد زیاد شد. یا میخوایم مثلا ببینین این قدر جای سلکت کردیم ما میخوایم این سلکشنش اصولی مختلف دیگه اضافه شد. پس اگر آلت پرس میکنیم شورتکت کی از اوستن آلت و یا ایره کلیک کنیم میتونین شما اینا از سلکشن کم کنید. ببینین از سلکشن چی کنید کم کنید. هر قدر جایی که خواسته باشه اون قدر جای سلکشن پس میتونین شما منفی کنید. ببینین مثلا میخوایم چهار اطراف ما باردار میتونم سلکت میکنم کلش قسمت سلکت کردیم. ببینین اینا سلکت میکنیم بعدا مثلا میتونیم حالا چی کار بکنیم یک کلر مثلا اینا میتونیم ببینیم چهار طرف چی شد دیگه کل جای مابین سلکت نشده به خاطر اینکه ریموو کردیم سلکشن شده اما چهار طرف دیگه جای چی شده سلکت شده. صحیح شد. پس توسط چی کار کردیم توسط سابترکت فرام سلکشن تو که سلکشن میتونی یک قسمت چی کنی منفی کنی پس ریموو کنی و یک جای سلکشن میکنی خراب میشه از پیشت نمیخوای اون سلکت کنی پاسپورت میکنی باید تو شما ایره سلکشن میکنیم ایره سلکت میگیریم. صحیح شد. و اگر مثلا تو بخوای که بخوای همین سلکشن دیگه از بین ببری هیچ سلکشن نباشه کنترل دی سلکت میکنه پس دوباره سلکشن از بین میره. و دیگه آپشن داریم این آپشن چیکار میکنه انترسکت سلکت وید سلکشن چی کار میکنه این در داخل یک سلکشن میتونین شما دیگه سلکشن بگیرید. ببینید چه قسم سلکشن گرفته میتونیم کلیک میکنیم میره این قدر جای سلکت کنیم. حال بیرون از اون سلکشن گرفته نمیتونیم در داخل از اون میتونیم چی کنیم بگیریم سلکشن. ببینیم اینا خب ما سلکشن خودش هم از بین میره. ببینیم این سلکت کردیم میبینید
سلکشن خودش از بین میره، در داخلش میتونیم چی کار بکنیم؟ دیگه سلکشن میگیریم. پس کنترل دی ایره دی سلکت میگیریم که اینی 4 آپشن در اینجا برای چی بودن؟ سلکشن. و دیگه آپشن داریم به نام فیدر. فیدر چی کار میکنه؟ ببینید ما میریم یک تصویر باز میکنیم. چی میکنیم؟ یک پیکچر باز کنیم. ما کامپیوتر مثلا میریم درایو دی در اینجا مثلا در اینی تصویر آمدیم، صحیح شد. این تصویر چی کردیم؟ باز کردیم، صحیح شد. میخوایم یک قسمت مثلا بگیریم که سلکشن از رو چی کنیم؟ یعنی قدر جایش ما قطع میکنیم. چی میکنیم؟ قطع میکنیم. میتونیم حالا بمیریم مفتول میگیریم. ببین قسمی که بود به اونمو شکل در اینجا چی شدن؟ آمد. خاماده اینجا سایزش کلان اومده. خود به خاطر از اینکه اون سایزش کلان بود در اینجا سایز از این تصویر چی هستن؟ خورد است. خب این سلکشن گرفتیم. بغلاش که با چی رقم هستن به اونمو قسم چی شدن؟ آمدن. میبینید؟ این تصویر خوب متوجه باشین. این بدون فیدر بود. فیدرش چند بود؟ 0 بود. خب وقتی که ما سلکشن گرفتیم این فیدر چند داشت؟ فیدر از اون 0 بود. ببینید ایره میگیریم فیدر از اون چند است؟ 0. با اونمو قسم که از طریق هم با اونمو شکل آمده. میتونیم ما بریم چی کار بکنیم؟ ایره کنترل دی پاس دی سلکت میکنیم. این دفعه که سلکشن میگیریم میایم فیدر از زیاد میکنیم. ایره یک چند پیکسل فیدر میگیریم. فیدر مثلا ایره 30 پیکسل 20 پیکسل هر قدر پیکسل خب برات گفتم که اونمو اندازه چی میگه؟ پیکسل میگه. خب چند پیکسل فیدر بگیره یعنی میایم در اینجا سلکشن میکنیم. یا دقیقاً 20 پیکسل فیدر گرفته. ایره سلکت میکنیم. حالی که ایره انتقال میدیم در جای دیگه بغلای از خیره میباشه. خب بغل از چهار اطراف از چی شده؟ خیره شده. میبینی؟ به اونمو شکل چی روشن نمیاد؟ خیره نمیاد. بغل از چی میباشه؟ خیره میباشه. در اکثر جای میخوای که کن یک چیز دیده نشه مرد شوی که یک عکس دیگه چیز دیگه. پس میتونیم چی کار بکنیم؟ کار کنیم. یه عکس ببینین مثلا با شما. بله. هی به اونمو شکل روشن اومده. خب این چهار اطرافش چی هست؟ خیره. چرا؟ به خاطر اینکه فیدر دادیم. اگر هر قدر فیدر زیاد بودیم به اونم اندازه جای زیادی میشه. خیره تر میشه. صحیح شد؟ خب پس دوباره این چهار اطراف از چی شدن؟ خیره شدن. توسط چی کار کردیم؟ توسط فیدر. پس فیدر رو دوباره چی میکنیم؟ صفر میسازیم. ما دیگه آپشن داریم به نام آنتی الایس. آنتی الایس آپشن غیر فعال است، در اینجا کار نمیده. در کدام سلکشن میتونیم از او استفاده کنیم؟ در اینی الیپتیکال مارک تول. توسط از این سلکشن میتونیم پورا فعال بسازیم. وقتی که همین سلکشن الیپتیکال میخوانیم باز در وقت بالا از او کار میکنیم. خب سلکشن چی وظیفه داره؟ حال باشه. خب پس در اینجا توسط چی کار کردیم؟ توسط رکتانگولار سلکشن. دیگه آپشن داریم در اینجا به نام استایل. استایلش فعلا چی هستن؟ نورمال. کدام استایل هستن؟ نورمال. اگر ما به مثلا این نورمال باشه، نورمال معنا حالت عادی. با هر قسم سلکشنی که بخوایم ما میتونیم اونمو قسم سلکشن بگیریم. ببینیم اینجا را کلیک کردیم اونمو سلکشن شد. یا میتونیم به مثلا ایره سلکت میکنیم، یعنی این قدر کم و زیاد هر اندازه که سلکت میکنیم دلخواست نورمال یا در حالت عادی سلکت کنه است. اما اگر ما با جای استایل نورمال ایره انتخاب کنیم فیکسد اسپکت ریشیو، فیکسد اسپکت ریشیو، این حال چی کار میشه؟ با هر اندازه که به طرف پایان کلان میشه به عنوان یعنی به تنها به شکل مربع میبینی سلکشن میشه. میبینی سلکشن تنها به شکل چی میشه؟ مربع سلکشن میشه. این دو لییر دیگه را دیلیت میکنیم. ببینیم سلکشن در حالت عادی سلکشن میشه، نه بر دو طرف باید یک باشه، حالت عادی نیست. اگر بخوایم که این شکل سلکشن بگیریم این قدر جای سلکت کنیم نمیشه. هر قدر که یک طرف میشه دیگه طرف هم اون قدر سلکشن میشه. پس میتونیم ما از یک مورد تجربه بریم. میگیم ویتش یعنی یک اندازه که ویتش زیاد میشه هایتش هم بند اون اندازه داره. ویتش مثلا ما 4 میسازیم هایتش چند؟ 1. اینا رو ببینید با شکل مستطیل میتونه سر ببینید با این شکل سلکشن. ویتش زیاد میشه هایتش کم. ببینید اون اندازه سلکشن شد. اگر بخوایم که به این شکل نشه مثلا میتونی ویتش مثلا ما بگیم که 1 چا و هایتش چند باشه مثلا نوشته میکنیم که 6 باشه. اینا رو که سلکشن میگیریم با این شکل سلکشن. اینا رو با شکل مربع نمیتونی سلکشن بگیری. پس اردویش باید که یک چیز ساختی باز با شکل مربع میشه. ها ببینیم اینا اردویش یک چیز شد اینا رو بردویش به اون یک اندازه است. پس کنترل دی رسید. پس این وظیفه فیکس ریسپکت ریشیو بود. یعنی اگر این آپشن انتخاب کنیم با این شکل میتونیم سلکشن بگیریم. و اگر این فیکس سایز انتخاب کنیم همین سایز فیکس برای از جور شده نه. از او کدنه کم نه زیاد. پس ما در روی اندازه از صورت تغییر کردن میتونیم. ویتش چند پیکسل میخوایم باشه؟ 640 پیکسل. چند پیکسل؟ 640. اینا رو ببینید کلیک کن. ویتش 640 شد، هایتش رو مقدار مونده. ببینید 64 پیکسل مونده.
و اگر بخوام که هایتش هم 640 پیکسل باشه پس میتونیم اون رو سلکت کنیم. هایتش هم چند نوشته میکنیم 640. پس به هر اندازه که هایت شد به اونم اندازه ویتش هم هستن، یعنی مکمل مکمل سایز صفحه را گرفت 640 پیکسل هایتش و 640 پیکسل هم ویت از او هستن. پس توسط چی کار میکنیم؟ توسط رکتانگولر مارکیو تول. و اگر پس دوباره ای را بیایم انتخاب بکنیم که نورمال، فعلا میتونیم حال در حالت عادی سلکشن بگیریم. سلکشن که میگیریم نورمال یا در حالت عادی ما میتونیم چی کنیم؟ سلکشن بگیریم. پس در اینجا وظیفه چی بودن؟ وظیفه رکتانگولر مارکیو تول. و آپشن دیگه داریم به نام الیپتیکال مارکیو تول. الیپتیکال مارکیو تول چیکار میکنه؟ او هم سلکشن میکنه خواهم به شکل بیضوی یا به شکل دایروی سلکشن گرفته میکنیم. سلکشن میگیریم ببینین فعلا به شکل چی سلکشن میشه؟ دایروی. ببینین و اینی دو آپشن عینی اونمون چیز هستن. صحیح شد؟ ببینین که اگر ای بو انتخاب باشه یک سلکشن، این انتخاب کنیم مالتیپل سلکشن، یعنی سلکشن های زیاد را در یک وقت میتونیم چی کنیم؟ بگیریم. و توسط از این پس سابترکت، یعنی اینقدر سلکشنش میخوایم ریموو کنیم، از بین رفت یا نرفت، اون قدر دیگه‌ش میخوایم ریموو کنیم، این میخوایم ریموو کنیم و دیگه‌ش هم پس کدش چی شد از بین رفت. ببینیم توسط چی کار کردیم؟ توسط سومش. ببینیم مثلا میخوایم در ما یک شکل سلکشن میسازیم. ببینیم میره گرفتیم یعنی نال دریجه ما مثلا با شکل چی سلکشن گرفتیم؟ یک مخطاب سلکشن شده نشد. با خاطر از اینکه توسط از سابترکت پس دوباره از پیشش چی کردیم؟ کات کردیم اون سلکشن. یعنی حالا میتونیم همین ساحه را ما بیم چی بدیم؟ یا گریدینت یا یک کلر بالای از اپلای کنیم. مثلا چی اپلای میکنیم؟ یعنی ما میره یک سلکشن میتیم. سوری گریدینت میتیم میره. ببینیم الان ضروری چی شد به اون مشکل سلکشن. پس کنترل دی سلکت میکنیم میره. توسط از این مقصد ما سلکشن است، خب نه از شکل درست کردن که سلکشن با چه شکل سلکشن بکنیم. ببینیم و دیگه آپشن گفتم داریم اینترسکت ویت سلکشن. اینترسکت ویت سلکشن اگر این انتخاب باشه اینال در داخل از اینال بیرون از سلکشن گرفته نمیشه. اگر این کلیک کنی در داخل از باید سلکشن بگیری اما سلکشن خودش از بین میره. ببینیم صحیح شد. اگر بخوایم که با شکل 4 اطراف سلکشن بگیریم باید چیکار بکنیم؟ خودت بگو. من ببینیم پس میتونیم را کلیک نه نرمال ای را میگیریم. یعنی اینا ببینیم در مابین با شکل یک چی سلکشن شد؟ دایره. یعنی ما سلکشن مابینیش از بین رفت و او 4 طرف دیگه ببینیم سلکشن ماندن اون بینی شکل چی را گرفت؟ گل شکل با خود گرفت. پس کنترل آلت زد و دی کنترل دی سلکت میکنیم اون دوباره. پس این 4 آپشنی که در این سلکشن بود در اونجا هم هستن. فیدر خب بیشتر باید کار کنم که در اینجا هم وجود داره، در اینجا هم هستن. و دیگه آپشن داریم به نام انتی. گفتیم که این آپشن در اینجا غیر فعال بود. در قسمت رکتانگولر مارکیو تول آپشن غیر فعال بود. این که فعال شده نال چی وظیفه داره ببینیم. فعلا ما میایم اینی تصویر سلکت میکنیم. تصویر چی میکنیم؟ سلکت میکنیم. فیدر هم صفر است ببینید. اینا مثلا ما سلکشن گرفتیم میره انتقال میدیم. یعنی در اینجا آوردیم. صحیح شد. زمین انتقال میتونیم. مفتول رو میخوانیم پسان. پس میم دوباره چی کار باید بکنیم؟ یعنی این سلکشن آوردیم مثلا یا کمی را خورد بسازیم که خودتر براتون دیده شو ببینید. یعنی انتر. این تصویر سود با این شکل آوردیم. انتی فعال بود نه؟ انتی الایس آپشن چی بود؟ فعال بود. حالا میم انتیش غیر فعال میسازیم. و باز چی میکنیم؟ یک سلکشن میگیریم. باز یک سلکشن گرفتیم ببینین اون مقدار به ما سلکت میکنیم. این دفعه فرق از باید ببینیم او ای چی فرق داره که فعال باشه چی فرق میکنه و غیر فعال باشه. ببینید فعلا شما فرق بین از این دو تا میبینید ها؟ خب ببینید یک دفعه پاسی را کلوز میکنیم. اگر بخوایم که مثلا چی کار بکنیم فعلا فرق بین از این دو تا چی هستن در اینجا دیدن نمیشه، شما فرق از او را فهمیده نمیتونید خب که چی تفاوت داره. باید دیره یک دفعه زوم کنیم. چی کنیم؟ زوم کنیم. او که آپشن انتی الایس داشت چی بودن؟ فعال بود. او لشمه و چیزی که انتی الایس داشت غیر فعال بود و پارا می چی می؟ پارا می 4 بغل از چی می باشه؟ پارا می داشته باشه. پس این چی میکنیم؟ آلت می پرس میکنیم دوباره این زوم. پس در اینجا وظیفه چی بودن؟ وظیفه انتی الایس آپشن. استایل شدم استایلی که قبلا ما در رکتانگولر مارکیو تول داشتیم در اینجا در الیپتیکال مارکیو تول هم اون استایل داریم. ببینیم مثلا چه قسمی دولیه را پاس میگیریم دیلیت پرس میکنیم و این را دیلیت کنیم و این را هم سلکت میکنیم این را هم دیلیت. یس. حالا ببینید من در اینجا نورمال فعلا در حالت عادی با شکل بیضوی هم میشه سلکشن بگیری با شکل دایروی هم سلکشن گرفته میتونه.
میتونیم بمیر انتخاب کنیم فیکس ریسپکت ریشیو هر 4 طرف دیگه اونمو شکل دایروی میتونیم گرفته با شکل بیضوی سلکشن گرفتن نمیتونیم. خب در اینجا آپشن گفتیم فیکس اسپک ریشیو که فعال شده نال نمیتونی تو با شکل بیضوی سلکشن بگیری. با شکل چی سلکشن گرفتن نمیتونی؟ با شکل بیضوی. ببینیم اینه که سلکشن میگیری باید با شکل چی باشه؟ دایروی باشه. هنال میتونیم اگر این هایت و ویتش مثلا تغییرات بریم ویتش مثلا 5 پیکسل جور کنیم هنال با شکل بیضوی سلکشن گرفته میتونی اما با شکل دایروی نمیتونی سلکشن بگیری به خاطر اینکه ویت اساسیات میشه هایتش کم. پس دوباره مثلا میتونیم او را هر دویش یکم نظم بسازیم باز با شکل دایروی پس میشه سلکشن میشه. پس این وظیفه فیکس اسپک ریشیو بود. فیکس سایز فیکس که داره مثلا 64 پیکسل است رو مقدار جای به خود سلکشن میگیره. میتونیم او را ببین تغییرات بریم مثلا میره تغییر میکنیم براش میگیم که 200 پیکسل چی باشه ویتش باشه و 200 پیکسل هم هایتش. صحیح شد؟ اینا رو ببینیم که کلیک کنیم ما نظم برام چی شد یک سلکشن گرفت. پس این وظیفه چی بودن؟ وظیفه الپتیکال سلکشن تول و رکتانگولار مارکینگ تول که گفتیم توسط از میتونیم بین شکل ها سلکشن بگیریم که سلکشن میتونیم گفتیم شما در جاهای مختلف استفاده کنید. ببینید فرض کنیم میریم مای کامپیوتر درایو دی مثلا در میریم فوتو یک تصویر باز میکنیم پیکچر رو میگیریم ببینیم در اینجا باید ما یک پیکچر داشته باشیم ببینیم فرض کنیم ببینید ما میریم یک پیکچر چی میکنیم باز میکنیم تصاویرم نمیشه زیاد است ببینیم مثلا اینی پیکچر چی کنیم باز کنیم مثلا میخوایم که رنگ چشم های از زیر چی کنیم تغییر بدیم. صحیح شد؟ پس مجبور هستیم یک باری رو ما چی کنیم سلکشن بکنیم. چی بکنیم؟ سلکشن کنیم. پس در وقت سلکشن باید شما متوجه باشین که او را زوم کنین باید زیادتر میتونین. خب در هر عکس که کار میکنین سر از او را یک بار زوم میکنیم بعد از اون میتونیم حالا بیا میرسیم مثلا سلکشن میگیریم سلکشن شکل چی را داره مثلا ایناله که سلکشن میگیری نمیتونیم. چرا؟ ها؟ اینا قدر جا جای سلکت شد. چرا؟ با خاطر از او که فعلا در اینجا سایز از فیکس سایز است. فیکسش چی میسازیم؟ نورمال میسازیم که در حالت عادی بتونیم چی کنیم؟ سلکشن بگیریم. ببینیم اینا قدر جای سلکت میکنیم بعد از او چی را سلکت کو اینا قدر جای دیگر هم چی میکنیم ما سلکت میکنیم. خب ما اون سلکشن دیگه از بین رفت پس گفتیم یا شیفت پرس میکنیم و یا هم این قسمت ایلی رو کلیک میکنیم جو سلکشن تول اینا شیفت پرس کنیم ببینیم اونم خودش چی شد انتخاب شد. در یک وقت اینا مثلا چند سلکشن ما گرفتیم؟ 2 سلکشن گرفتیم. میتونیم مثلا کنترل بی را ما پرس کنیم کنترل بی بیره باز پسان میخوانیم میتونیم اینا مثلا رنگ زیر چی کنیم تغییر بدیم که با چی شکل به گرین باشه. صحیح شد؟ اوکی کنترل دی پس دی سلکت میکنیم میره و ایره آلت زوم میگیریم زایده و بعد از اون آلت پرس میکنیم ببینیم چی شد چشم رنگ تغییر کرد توسط چی کار کردیم توسط رکتانگولار مارکیو تول و الیپتیکال مارکیو تول. پس این وظیفه اینی دو آپشن بودن. بس است برای و در وقت ریکارد گپ نزن خوب متوجه باشه بوده شد